خیلی خوش اومدید به چنل یوتیوب من اینجام که قسمت جدید دختران و زنان رپ فارسی رو با شما استارت بزنم. قراره که از این به بعد نسبت به فری استایل‌های بچه‌ها ما ریاکت داشته باشیم که هم تایم بیشتری رو بتونیم به شما نمایش بدیم، همین که شما برید دنبالشون کنید، فالوشون بکنید و موزیکای جدیدشون رو از پلتفرم‌هایی که پخش میکنن گوش بدین. حتما این ویدیو هم همین الان لایک کنید، سابسکرایب کنید که یوتیوب شما رو ربات تشخیص نده. اولین آرتیستمون اوی، آرتیست که نه تالنت فعلا، اویه. بریم که با هم فری استایلی که از خودش منتشر کرده رو ببینیم و بشنویم. ای اوی سلام بیبی، وایب میده بت تو گوشت میره های میشه چت، تنو خط میره باز میشه پلکت، فل و رایم چیده صافی رو ذهنت، تالا با هم نزدی قدم بیه چه پاهام، بذار ببین حالا چقدر دوره راد تا کارم، تا بازار داغ زخرم پا کانال، بیا ببین چقدر خوبه بالا بام، داریم دوتا بال با هم به جوین تام لاغرتر، بیا بر سر قلاب باور هر روز بهشته، رب چیه مگه انبوه عشقه، تفریه من اخموی زشته، بیا تا صدام بره لای خاطرات، شبی تا سبام انقدر پره واژه بام، اگه ناز داره صدام رپ و پاره چک زیر زمین جای پام. ای خیلی باحاله که اون صدای تینیجی باحالش هم که داره میگه ناز داره صدام اینا و خیلی کوله به نظرم. بعد امضای خودش هم داره، هی اوی میاد قشنگ مهره رو میزنه و شروع میکنه فری استایل رو میره. بریم یه دونه کار دیگه ازش ببینیم. ای اوی سر بد من رو بدنش خط و خش، کش و سبز سکه دستش دنبال رد من، به سر بد من افتاده تو درد سر، میگرده تا ته شب اون دنبال رد من، اسلحه‌اش تو داشبورد میخوای سمتش بری بده پاسپورت، بده عکس و نشونی تو بی سانسور، واسه هر یه دقیقه میزنم فاکتور، ای از در نمیره تو گنگش، هر کس نمیره که سمتش، سرزرد میرسه هر جا زنگ بش، بیاد رحمت نمیکنه رنده سم. خیلی کول و باحال بود. امیدوارم که همینجوری ادامه بده. واقعا لذت میبرم میبینم که اینقدر بچه‌ها دارن فضا رو اشغال میکنن و هر چقدر ما بیشتر بشیم کنترل کردنمون و سانسور کردنمون هم سخت‌تره برای کسایی که دارن این کارا رو انجام میدن. آرتیستمون تو این قسمت نیکوتینه. توی یکی از ویدیوهای قبلی، حالا نمیدونم دیدید یا نه، راجبش صحبت کردم که نیکوتین یکی از بهترین دخترای رپ فارسیه که باید خیلی جایگاه بهتر و بالاتر از لحاظ پخش موزیک و آثارش الان توی مارکت داشته باشه، که متاسفانه به خاطر فضایی که الان نسبت به کارهای دخترها هست و هنوز درست نشده، هنوز تو اون جایگاهی که باید باشه نظر من نیست و خیلی بهتره که اگر تا الان نمیشناختینش، اگه تا الان دنبالش نمیکردید، حتما برید به پیجش سر بزنید و کاراشو دنبال بکنید. تو ویدیوم گفتم که سبک استایل نیکوتین همیشه توی ماشین مثلا میشینی فری استایل میکنه. اون موقع که من کار نمیکردم جزوه که دخترایی بودش که واقعا وقتی کارش رو دیدم به من دوباره انگیزه اینو داد که برگردم به رپ فارسی و دوباره شروع به فعالیت کنم. بریم فری استایل جدیدش رو گوش بدیم و ببینیم. یه عمری یادمون دادید که هیچی مهم نیست، اندازه آبروداری مهم نیست، کارمون خوابید شد از تو بالمون خالی، چاقلو گاومون زایید، از فکر آبرو باشیم همه تو ذاتتون کثیفه به ظاهر تمیز، تا وقتی آبرو نریخته همه الهه ترید، با یه نگاه عمیق تو عمق چشای پلیدی فهمیدیم که بابا صد رحمت به شیطان رجیم، این همه سال رو در رو حرفا رو با کنایه زدید، با پیش فیک اینستا فش میدید که شناخته نشید، امان از دست بشر فکر کردن همه پپن جز خودشون همه نفهمن، آره از دره عقب ولی رپ فارسی دیگه شده دو سایت، ای بالغ و الباقی نوزاد، نسل 1 تا 4 همین اوضاش، یه سری استاد سری اوباش، همه خوبا رفتن تو کما، فقط چغالا میدادن جولان، هر وقت از آب ماهیو بگیری تازه است، اینا ماهی گیرن تو بحران، وضعیت دیگه نرمال نیست، کارام گرفته جای کوکائینو، ولی کار شما دوزاری، فقط بلدی که نشون بدی گستاخی، تو ما درخشان تر مروارید، این شمایی به دیده شدن محتاجی میکنی، شب قهر فردا صبح باشی، این خودسالا فکر میکنی گل کاشتی، وجدانی ما رو میدیدی کرکات.
واقعا باید بچه‌ها خیلی بیشتر از این بهشون پرداخته بشه، کاراشون وایرال بشه و تو یوتیوب راجبشون حرف زده بشه. حالا من قراره که گفتم بهتون پادکست دارم شروع بکنم، هر کدوم بچه‌ها که شرایطشون داشته باشن و براشون مشکل ساز نباشه که قراره تو پادکست ها باهاشون حرف بزنیم و کلی گپ و گفتگو داشته باشیم. آرتیست بعدیمون وطنیه، فریستایل جدید داشته و خیلی من با استایلش کلا حال میکنم. توی فکرم قسمت آخری هم که از زن رپ فارسی داشتیم یکی دیگه کاراش بود. پدرشون هم تازه دست دادن، از همینجا دوباره بهش تسلیت میگم. امیدوارم که همینجور قوی ادامه بده و بدرخشه. دلیل جدایی را الانم تو شدی یکی دیگه هم خالی میجا. هنو جفت چشامی زنگ بزن به هرگه کد داری باید سر جاش نیمکت خالی نیست که با هم کسم به جا کردم تر خونه رو واقعا کلی حرف کردم را رفالو دارم شک رو جفت شامم با این که بومم تو خاطراتم شده برزمونه ای هیچی تش درونه بی بازی بد داده فری زمین کرده رو سفید میشی سیاه یا زر همه چی ثابت کرد نبودیم شبیه هم کی دا چی یا عدس تو من و منم رنگو تو خالی شبی سمبول بیا بریزیم تاستا معلوم بشه کی خط خود کی میکنه ضرر تو کی بازی کرده هر شد کی ترجیح داده بره تو چا وقتی خواهد زردش کن. چقدر سیاه تر شده برام زندگی اصلا نبوده روشن هواش چقدر سخته وقتی بگی که میرم با این که مشکوک منو با ما میام تنها نشده دلم تنگ 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 تو خواب دنبالت میگردم نشده دلم سنگ 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 تو رفتی شده نور از من بالای ابرایی فکر تو قلبم هست نگرانت میشم هرچند کوتاه دستم هم نمیرسه قدم به ستاره ها حداقل بگو که جایی تو هرچند که مسخره است چی گذاشتی برام جز خاطره تو قلبم ها یادت تو زنده میکنم تنهایی هر شب خیره به سقفم باورش کردم حیف نبوده تختم با چی ببخشم نمیشه دیگه چیزی مثل قبل مطمئنم زبونشو دارم ولی ها گفتن سخت دیگه کشتمت رفت جا تو پر کرده خط از آدم و فراریم میکنن منفجرم نمیشه دیگه چیزی مثل قبل مطمئنم زبونشو دارم ولی ها گفتن سخت دیگه کشتمت رفت جا تو پر کرده خشم از آدم و فراریم میکنن منفجرم. وطنی وقتی که با لیریکش فلوهای خوبی و با هم دیگه میکس میکنه و میسازه یه استایل مختص خودش رو قشنگ پیاده میکنه و خیلی رو صداش و اکتاش و کلا این رپری انگار قشنگ توشه، میدونی قشنگ داره قشنگ ایفا میکنه اون فری استایلی که میکنه، حسی که میده، میدونی سیسی که داره میگیرم خیلی خودمونی حرف میزنم و لذت میبرم کار میکنم، عشق رو تو کارش میبینم. نیکوتین هم همینطور جفتشون، رودی هم همینطور. قسمت بعدی کارای رودی رو داریم و میگم هر کدوم واقعا تو سبک استایل خودشون میدرخشن، واقعا عالیه. بریم سراغ تالنت بعدی. تالنت بعدی مادین یا مدینه، من اولین باره که دارم کاراشو گوش میکنم. بریم ببینیم که چیکار کرد. زدم پیجم و فکر کردم رفتم تهش فروختنم چند تا لاشی بد روی تک تکشون زدم زب در اونا که داشتن داداشی من گفتن تمومم من زدم کامبک این بار اومدم دیری لیاتر بهت قول میدم یه سالم نمیشه به همه نشون میدم فاک من ما زنی میکوبیم پرچم همه بره نیدار نیشه بالالاتی هم طرف ما نمیده خدمت تنها بیاین تیم نیما بگاه جدیدم فکر میکنن گنگم اگه بانداناشون بشه رو سری توی شعرام دنبال فکتن من ورس میندازم شما تو پکی اینا درکم فقط واسه یه رو تو اتاق خوابشون میزنم بلوف میگن آمارم و دادن از کلوز تندم تموم شما بفلو یه رو قبل شهرتم بدن قرمم میزنه زیر پا تستای قرمم نمیاد چیزی که نیستم اگرنم نه ناشو میام نه بلدم از بچگی من بودم بکسور با حکام آشنا میشیم به جاش با ساشیه نمیام کمپوز نیست کفاش بس خونم هم کلاش هم بچه زرنگی خیابون هم میگفتم مدرسه نردم کسی ندید تو کلم چی
چیا بود وقتی میکردن همه جا پلی. اینم از دریل امروزمون که یه استعداد جدید رو بهتون معرفی کردیم و هر کدوم از بچه‌ها که من کارشون رو گوش میدم یه جوری مایه تنم سیخ میشه و واقعا عشق میکنم. شاید خیلی‌ها فکر میکنن که اغراق میکنم ولی واقعا احساساتی میشم، نمیدونم چه جوری باید توصیفش کنم. شاید کسایی که توی این مسیر هستن و خود بچه‌ها بتونن درک بکنن، چون شرایطی که دخترها توی ایران پشت سر میذارن و سعی میکنن که تو اون فضای خفقان بتونن با استعداد درونیشون حال خودشون خوب نگه دارن و برای خودشون هنرشون ارزش قائل میشن و بهش میپردازن، واقعا جای احترام داره و جای پیشرفتشون کاملا برای من واضح هستش. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. حتما همین الان دکمه لایک رو بزنید، سابسکرایب کنید، برای دوستاتون بفرستید و منتظر ویدیوهای جدیدتر هم باشید. دمتون گرم، تا بعد.